کاروان‌هایی که خلاف مسیر هم حرکت می‌کنند. از این سو نیروهای امنیتی به سوی غزنی می‌روند و از آن سو مردم هراسان شهر غزنی را ترک می‌کنند. جنگ وارد پنجمین روزش شده، اما در داخل شهر چی می‌گذرد؟ اینجا طالبان در خانه‌ها در بلند منزل‌ها جای گرفتن. در نزدیک پیارتی دولت از پیارتی با توپ و چیزا با آوان میزنه که طالبان یک آوان میزنه در منطقه مسکونی در خانه‌های مردم میخوره. امشب ساعتای تقریبا 7 بجه بود که امتحارای جید و این چیزا آمدن، همون ساعت یک ساعت گنج ایجا را بمباردمان کردن. دیگه امروز که ما داخل شهر آمدیم، ما داخل شهر نمان، منتها نیروهای کمکی اردوی ملی و چیزا بودن داخل شهر. بعد ما از یک گوشه شهر تیر شدیم آمدیم میسو. حالا نگرانی ها فراتر از افغانستان به دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک رسیده. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت با ادامه جنگ مردم با کمبود شدید مواد غذایی و نبود برق و شبکه‌های مخابراتی روبرو شدند. همکاران ما در بخش‌های بشری از جنگ شدید در 3 روز گذشته در شهر غزنی خبر دادند که در نتیجه بیش از 100 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها هزاران تن در نتیجه جنگ غزنی شهر را ترک کردند و با هراس زیاد نمی‌دانند جنگ چه زمان پایان می‌یابد و چه زمان دوباره به خانه‌هایشان باز می‌گردند.